خب سلام، امروز اومدیم در مورد یه حرکت اسکمی که تو دنیای رمز ارزها داره اتفاق میفته باهاتون صحبت بکنیم که این مدلیه که شما یه چیزی رو میخواید بفروشید و اون کسی که قراره از شما اون چیزی که حالا میخواید بفروشید و بخره براتون پولو میزنه و بعدش فکر میکنید که دیگه اوکی براتون پولو زد، خیلی خوشحال و اینا، بهش اون چیزی که حالا بعد از شما دریافت کنه و میدید و میره. بعد میاد میبینید که اون ارزه که گرفتید، یعنی مثلا تتر به شما داده یا هر چیز دیگه‌ای، قابل انتقال نیست و یه جوری ارز فیکه. خیلی وحشتناکه و میخوایم در مورد این صحبت بکنیم و ببینیم که چطوری میتونیم تشخیصش بدیم و یه تجربه واقعیش که برای مهدی جان اتفاق افتاده امروز آوردیم که با هم دیگه در موردش صحبت بکنیم. مهدی یه چیزی رو برای فروش گذاشته بود که کلا از اول شروع میکنه که ببینه چیکار می‌خواست بکنه. خب سلام، من سلیم هستم. اصل مطلب من یه $2600 به حسابم اومد برای فروش یک شماره تلگرامی که حالا داستان شماره تلگرامی رو میگم که چجوری شد که به $2600 رسید. و حالا من کلا پیش‌فرضم اینه که همه چیزا اسکمن، همیشه اولین چیزی که به ذهنم میرسه اسکمن، اما این اینقدر تمیز و قشنگ در آورده بود خیلی شک کردم و واقعا نزدیک بود که حالا یه کلاهبرداری تو دامش بیافتم، ولی حالا داستانشو تعریف میکنم. شماره مثبت 888 تلگرام شماره پرایوت نامبریه که فقط حالا فعلا باش میشه توی خود تلگرام اکانت ساخت و پرایوت، خیلی امنه و کسی نمیتونه بفهمه. توی فرگمنت خرید و فروش میشه که سیستمی که مال رو شبکه تونه، یه جایی مزایده میذارن این شمارهایی که مخصوص تلگرامه، اونجا آیدی های روند و خفن و مثلا خوشگل تلگرام هم خرید و فروش میشه. شما مالکش هستی، میری میبری روی اونجا، اگه نمیدونید خرید و فروشش میکنید با تون و خب حالا تون رو میاری تو صرافی و تبدیل به تومن و یا تترش میکنید، حالا درآمد دارید دیگه. مثلا یه آیدی روند ممکنه که الان شماره تو قیمتش روی اونجا چقدر فروش میرن؟ این شماره که الان دارم 600 تا، ولی قبلا این شماره که داشتم 1000. آره $1000 شماره گرفته بودش که $1000 فروش میرفته. و خب یه مزیتی که سیستم فرگمنت داره اینه که یه واسطه هست. اون کسی که میخواد از شما این شماره رو بخره پولو میزنه به فرگمنت، بعد که دیگه همه چیزش تایید شد، اوکی بود، شماره رو از شما میگیره منتقل میکنه به اون به صورت خودکار و خب پولم حالا به حساب شما میاد. اینجا دیگه همه چیز میدونید سیفه، هیچ حالت کلاهبرداری نداره دیگه. فرگمنت جای رسمیه که خب اینا تحت نظر اون انجام میشه دیگه و خود اون سیستم تون هم اینا رو به وجود آورده و برای خود تونه دیگه، خیالتون راحته. ولی توی این قسمتی که حالا مهدی میخواد بگه اصلا تحت فرگمنت خرید و فروش نبوده، تحت پیام تلگرامی می‌خواستید مثلا بگه من به ولتت مثلا انقدر میذارم تو شماره رو بده به من. همینجوری من داستان از اول بگم. آره دیگه بگو مثلا چطوری. من یه شماره تلگرامی 2 سال پیش اومدم خریدم، حدود $35-6 30 تن بود اون موقع. تن $1.2 بود، تن خیلی ارزون تر بود رمز ارزش، الان $2.5 فکر می‌کنم. $35-6 خریدم. شماره ها خیلی ارزون بود، از 1 تن. من بازم البته گرونتر خریدم. آره. چون شماره رو خودت کاستوم انتخاب. دقیقاً شماره روند خریدم، اومدم شماره تاریخ تولد خریدم، تاریخ تولدم میلادی خریدم و شماره خب روند بود، 30 تن بود. مثلا شماره ها 1 تن 2 تن بودن، از $1 $2 شروع می شدن تا اون موقع مثلا $200 $300 بود. شماره خیلی فوق العاده روند باحال. من شماره معمولی خریدم. این شماره بعد چند وقت کنجکاو شدم، حدود 5-6 ماه پیش بود و گفتم برم این شماره رو ببینیم قیمتش چقدر شده بود. رفتم دیدم قیمت ها عجیب غریب. شماره ها قبلا از $1 $2 شروع می شد، دیدم شماره ها از $200-300 شروع میشه. خب اون زمان خیلی کسی به این اعتقادی نداشت، گفت به چه دردی میخوره، فقط که باش میشه تلگرام ساخت. ولی خب این چون ممکنه بعداً گسترش پیدا کنه، خیلی اومدن خریدم، مخصوصا شماره روند خیلی خرید و فروش شد داخلش. و دیدم شماره روند توی رنج من $1500 $1000 $2000 فروش میشه. من فکرش هم نمی‌کردم کسی بخره. گفتم حالا بذارم ببینیم چی میشه. 460 و یه همچین چیزی گذاشتم، حدود $1000 میشد. فرداش دیدم فروش رفت. فروش رفت. $1000 اومد تو حسابم
و تو خود فرگمنت تو خود فرگمنت و البته بیاد مثلا 40-50 دلارش هم فرگمنت به عنوان این واسطه مثلا سری رفتم گفتم خب فرصت جالبیه، همه چیز امنه. آره. فرگمنت فروش رفت، پول واقعی بود. دلار اومد، یعنی تو حسابم واقعا دلار شد. آره. بعد خب گفتم خیلی چیز جالبیه، ممکنه در آینده دوباره گرونتر شه. رفتم یه شماره دیگه ای خریدم، دوباره تاریخ تولد، این سری ارزونترش رو خریدم $600. گذاشتم فرگمنت، فروش نرفت. با یه سایتی آشنا شدم که اونم مارکت پلیس برای فروش، شبیه فرگمنت، ولی خب فرگمنت تحت نظر خود حالا اون تیم قبلی تلگرام خیلی مطمئن تر، ولی حالا موندم یه جای مطمئنی بود، یه مارکت پلیسی بود. شماره‌مو منتقل کردم اونجا، گذاشتم برای فروش نرفت، کارمزد خیلی بالایی از من گرفت برای فروش، گذاشتن $1 فکر کنم مثلا کارمزد گرفت فقط برای اینکه بذاره توی مزایده. گفتم ولش کن، دوباره برمیگردم به فرگمنت. دوباره برگشتم به فرگمنت. دقیقاً فقط موقعی که میخواد بفروشتش ازت کارمزد میگیره، نه موقعی گذاشتن 2 سنت میگیره، خیلی کمه، ولی اون مثلا $1 موقعی گذاشتن هم میگرفت. برای همین دوباره برگشتم تو فرگمنت. دقیقاً جایی که گول خوردم همینجا بود. از وقتی که رفتم تو مارکت پلیس شروع شد پیام ها تو تلگرام برام می اومد که آقا شماره‌تون ما می‌خوایم بخریم. کلاهبردارا منتظرت بودن فقط. دقیقاً به محض اینکه شماره‌ام رفت هی پیام می اومد به این تلگرام. پیامای عجیب غریب، همش معلوم بود کلاهبرداری. خب مشخص بود. اون میگم جدیده که $600 خریدی شد، می‌خواستن چند بخرن؟ من $600 میذاشتم و فروش نمیرفت، ولی اینا تو تلگرام میومدن گفتن $2000 $3000 بهت میدی. و خب همشون تابلو اسکم بودن، یعنی من خودم که همیشه فرض اولیه اینه همه چی اسکم. مثلا تلموشه دیگه، پنیر و مفتی مال تلموشه، 4 برابر چیزی که اونجا گذاشتی. چرا دیونه $600 نمیخری از اون تو تلگرام، ازم $4000 خری. ولی خب بازم بهم پیام داد، گفت من 2600 دقیقاً همون موقع توی سایت فرگمنت برای فروش بود $600. آره. بهم پیام داد. حالا من مثلا حتی اگه میگفتی آقا این میخواد اینستنتلی بخرید، من توی فرگمنت میتونیم ماکس پرایس هم بذاریم، من ماکسش هم براش گذاشتم $1000. یعنی اگه هم میخواست همون لحظه بخره مثلا چند روز وای نسته $1000 رو میزد درجا میمد شماره به حسابش. دیدم این عجیبه، چجوری میخواد 2600 تا به من بخره؟ خب همش میذاشتم پای اسکم. ولی یه لحظه اومد تو ذهنم، گفتم نکنه رفتم تو اون مارکت پلیس یارو از اونجا شماره‌مو پیدا کرده، حالا دیده که تو از اونجا برداشتی، آره. فکر کرده که بردیش، حالا فرگمنت کلا کنسل. دقیقاً من یا اصلا فروختیش به یه نفر دوم، حالا اون نفر دوم داره پرداخت. دقیقاً من اصلا این چیزا اومد تو ذهنم، گفتم 1% ممکنه این اتفاق واقعا افتاده باشه و جوابشو دادم. گفتم آره اوکیه، من 2600 تا اوکیه و میفروشم. گفت الان آنلاینی با هم انجام بدیم؟ گفتم آره آنلاینم. فقط میدونستم اسکم ته ذهنم. گفتم خب من که نمیام شماره رو اول بهش بدم بعد بگم پولو بزن، تا ببینم چی میگه. ته دلم میرسم اسکم. بعد یهو گفت اوکی من اول پولو برات میزنم، تو رسید مطمئن شدی برام بزن. اصلا این قضیه خیلی عجیبه تو دنیایی که هیچ کسی نمیشناسه، هم فکر میکنن هم دیگه کلاهبردارن. کیه هم میاد 2600 تا بدون هیچ تضمینی به تو بزنه، میگه برو مطمئن شدی برام شماره رو بزن. من آدم درست کارم که بودم نمیزدم واسه که دیگه از این غلطا نکنه. بعد به طرز عجیبی من باز کردم ولت تونم میگیره. حالا اپلیکیشنشون هست. آره تون کیپر داشتن، اپلیکیشن تون کیپر. حالا جالبیش اینه یه اپلیکیشن تون کیپر داریم که ولتیه فقط تحت شبکه تون. یعنی یه تراس ولت داریم، شبکه‌های مختلفی رو ساپورت میکنه، تون ساپورت میکنه، ترون ساپورت میکنه، چیزای مختلف. ولی اپلیکیشن تون کیپر فقط شبکه تون رو ساپورت. یه نکته‌ایه که باید اول بهش دقت. دقیقاً. خب این اپلیکیشن تون کیپر هم خب قاعدتا معمولا اینا اپلیکیشن تون کیپر میفرستن کسایی که تو فرگمنت و اینا فعالیت دارن. دقیقاً چون با اون کار میکنه، معمولا اونا با همین کار میکنه. من براش فرستادم و اونم فکر کنم بهت گفت تون کیپر تو آدرس. نه نگفت، من همینطوری تون دیفالت، چون فرگمنت هم رو تون کیپر احتمالاً برای شبکه‌های دیگه هم باز این روش رو میتونسته. دقیقاً. من تون کیپر رو فرستادم و یهو در کمال
تعجب دیدم 2600 USDT اومد تو حسابم. رو تون کیپر روی تون کیپر اومد، لوگو همون، USDT همون، سبز، نیم همون. بعد میرفتی داخل میزد USDT ترون 20. حالا عکساش هم دارم، اسکرین شاتش. آره اسکرین شاتش هم میزد. USDT ترون 20 2600 تا اومد که گفتم بابا این عجب آدمی بود، دمش گرم، چقدر آدم اشتیه. یعنی میام توی ترانزکشن های تون ویور، یه سایتیه میتونی ترانزکشن های مختلف ببینم همه چیش درسته. آقا واقعا 2600 USDT اومد تو ترون، اومده دیگه تمومه. چیزی هم بغلش پسمند پیشبندی. دقیقاً. بعد فقط تعجبم اینجا بود که آقا این تون کیپر من چرا هنوز زده مثلا $100؟ چرا نشده موجودی کلی تو اونجا که میاد معادلش رو میگه که به دلار الان چقدر این تون تو یا یو اس دی تو بالاخره به دلار چقدر، مثلا اونجا زده 100. تو تراس ولت هم ما داریم، مثلا تو همه کیف پولا اینو داریم احتمالاً. بعد گفتم خب این خیلی عجیبه، چرا این یو اس دی تی رو نمیشناسه اینگار. گفتم شاید تون کیپر پایین زده 2600 تا یو اس دی داری، ولی اون بالا مجموع زده $100. چرا ولت منو نمیشناسه؟ گفتم مشکل تون کیپره، مشکل ولته که یو اس دی تی رو نمیتونه تشخیص بده، قیمتش رو نداره اصلا، چون کلا تحت تون با تون کار میکنه، یو اس دی تی رو نداره حتما دیگه، نمیتونه تشخیصش بده. گفتم اشکال نداره، من باید مطمئن شم این پول دلارم حسابم بد میزنم. آره گفتم انتقالش میدم. رفتم انتقالش بدم به تراست ولتم. تراست ولت رو شبکه TRC20 دیگه. آره دیدم USDT TRC20 زده برام دیگه. گفتم خب اینم رو شبکه ترون. رو اسمش پس زده بود تو عکسش، حالا هستش دیگه. آره تو عکسش زده USDT پرانتز باز. نه بعد USDT اسپیس TRC20. TRC20 این اسم اون ارزی بود که برات فرستادم. آره این اسم کوچیکش بود در حقیقت، اسم بزرگش هم همون USDT بود و عین واقعیش بود دیگه، کاملا شبیه واقعی. گفتم اوکی ما میریم میزنیم اینو به تراست ولت مطمئن شیم. رفتم به تراست ولت بزنم، دیدم اپلیکیشن هنگ میکنه، اپلیکیشن کلا هنگ میکنه، تون کیپر هنگ میکنه. به محض اینکه آدرس ولترم رو پیست میکنم اپلیکیشن لاک میشه. تا پیستش اصلا ترون میندازی اون تو لاک میشه. حالا این باگ واقعا تون کیپره. تون کیپر چون ولتیه تحت شبکه تون اصلا قبول نمیکنه که شما تحت شبکه ترون چیزی داشته باشین داخل و بخوای انتقال بدی. و حالا اینا حواسشون نبوده براش مثلا ارور مناسب چاپ کنن که مثلا بزنه آقا این شبکه دقیقاً. تعجب کردم، گفتم نکنه گوشی مشکل داره اپلیکیشن. گفتم مگه میشه، چرا اینجوری شده آخه؟ گفتم بذار تحت وب بیارم. تحت وب آوردم بالا، دیدم میگه آدرس ولت اشتباهه. یعنی چی آدرس ولت چجوری میتونه اشتباه باشه؟ بابا از تراست ولت هم دارم کپی میکنم. بعد یهو گفتم نکنه این تحت شبکه ترون نیست که میگه آدرس ولتت اشتباهه. این ارزه که USDT TRC20 اصلا روی شبکه TRC20 نیست، تو شبکه تون یه توکن بی ارزشیه. آره ولی اسمش USDT TRC20. رفتم چجوری TRC20 رو کوچیک کرده بود USDT؟ مثلا اینکه دو نوع اسم داریم، یه اسمیه که تایتل توره، یه اسمیه که حالا اون زیر میاره. تو اون اسمی که اون زیر میاره زده بود، آره اون تو اون پایینی زده بود USDT TRC20، تو اون بالا هم زده بود USDT، یعنی کپی اون ولت‌های دیگه‌ای که می‌بینی و که شک نکنی. این نام روی شبکه یک توکنی به این نام. آره USDT TRC20 توکنه ولی ارز نیست. آره ولی تو فکر می‌کردی که این ارز دیجیتالو و گرفتیش دیگه. فقط نکتهش این بود که بدونی آقا من اصلا اینجا تونم، چجوری تون من رو شبکه تون من TRC20 دقیقاً. و من رفتم سرچ کردم، گفتم خب قطعاً ما تتر رو تو همه شبکه‌ها باید داشته باشیم. رفتم سرچ کردم دیدم تو شبکه تون تتر اسمش JUSD JUSD. آره چیزی که معادل دلار باشه، حالا شاید هم تتر نبوده، یه چیزی بوده. نه تتر فکر کنم شاید هم JUSD آره JUSD. خب البته تون آره این تونشو بزن.
خب تون بریج این یه بریجه USDT رو فکر کنم چیز میکنتش JUSDT. خب اوکی رفتیم دیدم خب این که اسمش USDT نیست اصلا. تو شبکه ترون ما USDT نداریم، JUSDT داریم و اومدم به ولت تلگرامم اینو انتقال بدم. دیدم بله قبول میکنه. چرا؟ چون ولت تلگرام من رو شبکه تونه. حالا ولت تلگرام یه کاری که کرده اومده 2 تا شبکه رو کرده تو یه ولت. یعنی شما هم USDT داری، TRC20 داری، هم تو شبکه تون داری. فکر BTC هم داره. BTC هم داره دقیقاً. بیت کوین هم داره. و وقتی یعنی اینگار برات 3 تا ولت مختلف درست کرده. تراس ولت داری که 3 تا توش دقیقاً. ولی تو یه ولت بهت نشون میده. تو نمیفهمی که مثلا حالا اینا 3 تا. در نگاه اول متوجه نمیشی. زدم به ولت تلگرامم دیدم بله USDT عددش نرفت بالا. فقط یه توکن USDT توی اون تون اضافه شده. اونجا بود که دیگه فهمیدم که این دوست عزیزمون. پس اینا کلا کارشون اینه که میان روی هر شبکه یه توکن همنام با USDT TRC20 درست میکنن و اونو برای شما میفرستن روی اون شبکه و شما باید حواستون باشه که روی چه شبکه‌ای چی براتون فرستاده. الان مثلا روی شبکه اتریوم چجوری واسه شما USDT TRC20 فرستاده یا مثلا رو تون چطوری USDT TRC20 فرستاده. این فقط رفتن یه چیزی به هم اسم اون درست کردن براتون فرستادن و هیچ ارزشی هم نداره. حالا جالبیش اینه که بعد از یه مدتی احتمالاً تعداد خیلی آدمای زیادی و کلاه گذاشتن سرشون، خود اون شبکه تون این توکن رو بغلش یه فیک زد. یه اسکم زد و فیک دیگه دیره دیگه خیلی آره دیگه سرشون اونا میرن دوباره یه توکن دیگه میسازن. دقیقاً. حالا این داستانش اینجوری بود که قرار بود همون $600 هم ازت بگیرن. آره فکر کنم رفته کلا تو پاچت، چون $1000 از اونجا سود کردی و الان $600 رو ضرر نکردم. ضرر دست داره. دستم دارم. آره ندادم خوشبختانه ندادم. ان شاءالله که اینم $1000 بفروشی. آره خب اینجوری بودش کلا موزش و کلا توی خرید و فروشای این مدلی سعی کنید هر چیزی که هست NFT نمیدونم هر چیزی مثلا یه کالایی که ازتون میخوام بگم از طریق سایت‌های واسطه استفاده بکنید. حالا تو کالا و خودتون حتما حواستون باشه خیلی وارد باشید. شما از همین که فکر میکنید مثلا همه کیف پولا مثل تراس ولت تمام شبکه‌ها روش موجوده سوء استفاده میکنن و مثلا واسهتون یه USDT میزنن روی شبکه تون که در باید حتما روی شبکه TRC20 باشه، ولی خب اصلا کیف پول شما TRC20 رو نداره و شما چون فکر میکنید مثلا مثل تراس ولتتونه اعتماد میکنید و سریع قبول میکنید، میدید شماره‌تون رو یا هر جنستون یا همین آیدیتون رو بعد یهو میبینید سرتون کلاه رفته. اصلا اینو حتما باید دقت بکنید. بعد یه چیز دیگه هم که بود یادم رفتش. آره می‌خواستم بگم ولی در مورد همین بودش دیگه. کلا حواستون باشه از سایت واسطه استفاده بکنید در این جور چیزا. اون شبکه هم یادتون باشه همین دیگه. شما مهدی جان تجربه دیگه ندارید کلا. باز دوباره من یه سری چیزای دیگه کلاهبرداری دیگه هم دارم همین توی رمز ارزها که میارن دیگه جایی مثلا سرمایه‌گذاری بکنیم اونا رو تو قسمت‌های بعد دوباره میام ویدیوشو میگیرم بهتون میگم. اونا توی یکیش بود توی تیندر بود، یکیش دوباره توی مثلا از ایناست که تو دایرکت اینستاگرام بهتون پیام میدم بود و این داستان در مورد اونست. خب مرسی که مهدی اومدی توی قاب دوربین ما. البته توی لوکیشن شما هستن دیگه اومدم مزاحم شما شدم و دیگه خیلی خوشحال شدم. فعلا تا ویدیو بعدی.